مگه 1000 سال پیش ضد آفتاب بود که الان از نون شبم واجب تر شده؟ بیاید برگردیم به 1000 سال پیش. رومی ها و یونانی ها با روغن زیتون پوستشون رو میپوشوندن تا از سوختگی در برابر آفتاب جلوگیری کنن. مصری ها باهوشتر بودن، برنج و یاس و خاک سنگ رو با هم مخلوط میکردن. زمانی که هیچ آزمایشگاهی نبود اینا رو آزمایش میکردن. چون در اون زمان اشرافزاده ها پوست سفید داشتن و کارگرا سیاه بودن. عملاً همه میخواستن مثل اشرافزاده ها سفید باشن. اما در قرن 20 داستان عوض شد. دیگه پوست تیره نشونه فقر نبود. کوکو شانل وقتی از سفر لاکچری با پوست برنزه برگشت، اینجوری معنی شد که کوکو شانل انقدر پولدار بود که میتونست بره سفر، آفتاب بگیره، پس برنزه شدن نماد ثروت بود. بعد اوایل 1930 شیمیدان و کوهنورد سوئیسی که حسابی تو کوههای آلپ دچار آفتاب سوختگی شد، اولین ضد آفتاب تجاری به نام گلسچر کریم با SPF واقعی رو ساخت و این صنعت میلیون دلاری شروع به رشد کرد و امروز ضد آفتاب پرفروشترین محصول در صنعت مراقبت پوستیه. حالا بازم فکر میکنید ضد آفتاب‌ها پدیده جدیدی هستن؟